سر تاقی شاهی بسر چینم سر کوچه ها پرسم خبر. چون خورشید عالمتاب درخشید و غروب کرد، اما گرمیش تا هنوز هم در قلب مخلصان احساس می گردد. هنرمندی که هنوز می خواست پرواز کند و به سامعانش پرواز بخشد، اما افسوس که همگی 29 سال عمر دید و این همه آرزوها را به گوشه خاموشی برد. مقدسی که همه روزه مردم آوازش را، رقصیدن و کاشبرانه هایش را مشتاقانه انتظاری می کشیدند. گرچند این بانوی سراپا هنر عمری کم دید، ولی از خود میراثی غنی معنوی و فرهنگی در یادها باقی گذاشت. به معنای دیگر ورزشگری که در صنعت انقلاب کرد. اگر از تو یاد آید دلم به فریاد آید. سرودهای زیبایش ماند، خاطره هایش ماند میان مردم. اون آدمیگری هایی که داشت، آن فضیلت های انسانی که داشت، از وفاداری تا خوب سخاوتمندی و کشاده دلی و خصلت های بهترین انسانی که داشت، امروز نمیگذارند که یاد مقدس از میان رود. بین همین کوتا زندگیش به سنت به همین خیلی ایجاد کرد که هر یک سرودش که یک марворит барин зиндаги. Вот это можно вот такие красивые бусы сделать. Кадом сурудаш анагири – это шлягер. Кадом сурудаш анагири – это бесхуанам мумкин. فهمیدن. بسیار با غیرت بودن، در برابر آوازی خوب و حرکت‌های خوب حرکت‌های میکردن که به خودشان زیبنده بود و چیزی که گفتیم هر یک سرودشان نشان رس بود، یعنی که با دل خلق جا میگرفت. زندگی پست و بلندی های زیاد. مقدس ابدی میموند. тогда она была модная. گوش میکرد. امروز مدne. І پاگایا بعد از 100 سالم تربیه کرد. از فرزندای بهترین برای خلق خدمت کردن. اونو یکی دکتر، یکی صباحت، اکتریس، هنرمند بود، یکی مهری در کارهای جمعیتی و حکومتی کار کردن. به آلایش مثل کودکان زود باور بود. یک دلی که میخواست خرسندی خود، زندگی خود، خوشبختی خود با دیگران قسمت کنه. انسان عجیبی بود مقدس که وقتی که میگفتن ما از روزنامه یا از گازیت یا از فلان جا با یک نازکی شیرین رد میکرد. من حالی اونقدر چی نیستم، لازم نه، یعنی نمیخواست، دوست نمیداشت که و یا تعریف کنن یا که یگان خب به همین معنی در بارش نویسن. بعد من گفتم اگر که تو راضی نشوی، پس من گفتم از کار میگیرن. شوخی کردم، میخوای من از کار گیرن؟ بعد گفت نه گفت خیلی من فکر کنم، همیشه فکر کنم. بعد همون یک در بارش مقاله نوشتم، اونجا چاپ شد. اون کسا من بیخد نزدیک میدانستم، با نزدیک دوگانه بودیم. بعد این کس общежитие به زندگی میکرد. نو خانی من به یک چخل گویم که اویله من به اعضا بود وی. اعضای اویله من بود. فرزندم کتی بخد شوخی کرد. و مقدس نبی و از طرف ناحیه فرخار در همین آزمون اشتراک کردن، در همین برنامه و عارف استادی ما با اویلهشان تماشا کردن و نعیمه قهار و اویله استاد و خودی استاد و همونجا بسیار معقول میشد و اپای نعیمه قهار و میگن که همین دختره که یوب گلشن بگیر بسیار خوب میشد
و استاد عارف شاه عارف همین مقدس نبی رو جستجو میکنن میابن و با ارکستر گلشن میبیارن. مقدس یک سراینده، یک صنعتکاری عادی نبود. همون وقتی که در آزمون از نظر گذرانی استعدادهای جوان بوستان و غالب آمده بود، از همون روزی که با سرودی چکر چکیدن گردش خوب و خیلی مشهور شد، از همون دم مردم تاجیک احساس کردن و دانستن که مقدس نبی و یک سراینده که با نام دختر تاجیک الکی معروفیت جهانی پیدا کرده بود. های روخی جانانم عرق چکیدن گیرا، های روخی جانانم عرق چکیدن گیرا. راهبر ما عارف شریفов موی چینده آورد. اینم یک استعداد. همین خیل صنعتکار رو جمع کردن یک جای با. این تاجیجه نبینید، خورما را بینید، مقدس، مغفرت، عمر، بهادور، کمینه. مقدس همین نامش به سزاوار وای مقدس میماند برای صنعت تاجیک، استرادای صنعت تاجیک حساس بخت بسیار. گر بسد خاری جفا آزرده سازی خاطره، گر بسد خاری جفا آزرده سازی خاطره، خاطری نازو ببرگی، خاطری نازو ببرگی، گل نیازارم تو را ترک یاری کردی و من همچنان یارم تو را، دشمنی جانی و از جان دوستر دارم تو را. همین طریق زندگی هنرمند جوان مقدس نبی و تغییر یافت. او در مدت کوتاه شیوه نو و خاص خود را در استرادای تاجیک به میان آورد. سرودهای او با فارمی و جذابیت و ضرب و آهنگ دلنشینشان به زودی در خاطر شنوندگان نقش می‌بستند. سرودهای کوی تو، خورشید حیات، نور من، شراره خاطره ها، باد صبا، صدای دل، به عشقت انتظارم، دل زارم، اگر از تو یاد آید و چکره چکیدن گیرد، محبت نیست بی آتش و دهها ترانه های دیگری مقدس که تعداد عمومیشان به 50 عدد می رسد تا امروز کهنه نشده محبوبیت دارد. ابرو به من کج مکن، کج کلا خان یارومه، خوش دلم خوش گلم، دلها گرفتارمه. آدمو میخواند و میکند اکتریس میشد، یک تا رول بازی کرده نمیتونن. Она рожденная актриса. هر سخن не то, что там سروده، سخنشه، کلمشه و آنالیز کرده، از خودش از دلش گذرانده خلق با میداد، موبا میداد. برای همین مقدس سرودش ناتکرار. استاد عارف شاه عارف بسیار خودشان همین رژیسور نغز میفهمیدن و هر یک سرود نظارت میکردن. در وقت ثبت تلویزیونی هر یک سرود رو نظارت میکردن و میگفتن که این خیلی حرکت کنید، این خیلی حرکت کنید و همون ایده که در بالای ارغنچک میشنونن و تاج‌الدین محی‌الدینوف دربارشان همین ایده نیست، فکری خودی استاد عارف شاه عارفov همین صحنه چرا موندن. دلدار به من گفت چرا غمگینی، در بند کدام دل برک شیرینی، جانم لای 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 دلم کباب است، دو چشمی دل برم جام شراب است، وای رو باب است دل کباب است، وای رو باب است دل کباب است. همه چیزش پرتاب جوهر جمعه کنسرت زنده گلشن بود.
زنده گوشم همین با خلق همشون انتظار بودن که تلویزیون بچسبیده همین کنسرت. حاضر من بگوید که خب حاضر کنسرت میشد گوشم پدر ما جنگ میکرد و همه ما شیشته نگاه میکردیم. انا این خیلی ما دوست میداشتن خلق. آی سباکی خوبانی نصیبی کی شبی آدیلا دیلا دیله آدیلا دیلا دیل آدیلا دیلا دیله آدیلا دیلا دیل. دست شهرت زیاد آورد و کار تا جایی رسید که حتی شاعر خلقی تاجیکستان میرزا ترسونزاده او را پدروار ستاره من میگفت. سحر آمد برا ستاره من. هر سرودش این مقدس، هر سرودش این حیات مقدس، این احساس مقدس. برای همین سرود همین خیلی خوشروی برآمدگی، همین خیلی چگویم که تاریخ با میموندگی سرود. این سرودی یعنی که شعر میرزا ترسونزاده، آهنگ زیادلا شهیدی، بسیار سرودی خوب و خوب اجرا کرد مقدس نبی و تا حالا این سرود را گشته و برگشته جوانان میخوانند. این سرود یک سرودی است که هیچ وقت گم نمی شود. گویم امروز تمام سرودهایی که مقدس نوشته است و زبانهای گوناگون و زبان روسی، ارمنی، آذری، خوب سرودهایش زیاد است و در هر یک سرودش سطحی نبود، یعنی از ته دل و تمام هستیش می سروده. یعنی فرض کردیم همون سرودی که نوری من سرودش هست تا مردم خیلی دوستش هم میدارن این سروده و در وقتی که گوش میکنید همین سروده یعنی تمام عشق و وفاداری همین زن احساس میشود در همین سرودش که و حسیات خودش افاده کرده میتونه. حاضر نیست من حافظه های جوانی ما گرفته از نو بازخوانی کرده استادند، با مقدس نبی و پیروی میکنند. سرود نوری من، چکرت چکیدن، تاقی بسرت. عموما هر یک سرود مقدس نبی و خاطرمان است و حاضر من میبینم جوانان گرفته از نو بازخوانی کرده استادند. چشممو چی شد وقتی خمار میکنم دل اگه سنگم باشه اونو شکار میکنم. این هنرمندی محبوب هرچند عمری زیاد ندید در یک مدتی کوتاه توانست با آواز مهین و ترانه های دلنشینش در دل میلیون ها نفر جای گیرد. او با صدایش با هنرش سرحدها را عبور کرد، زیرا به آسیا و اروپا سفرهای هنری انجام میداد و استراده تاجیک را با سبک و اسلوب نو معرفی مینمود. برای این شهرت نام برده در سن 27 سالگی عنوان خدمت نشان داده تاجیکستان را دریافت کرد که هنوز در عین اوج ایجاد بود. گر اشک شوم به خاک پای تو فتم، گر اشک شوم به خاک پای تو فتم. شعر را بسیار خوب میفهمیدن و هر یک سرودشان را همچون یک رول، همچون اکتریس بازی میکردن و تیز به دل خلق جا گرفتن. در مدت 2 سال علاقه ارتیست که خدمت نشان داده ریسپوبلیکا عنوان گرفتن. این در تجربه بسیار کم میشد خیلی در مدت کوتاه، چون که تیز به دل خلق جا گرفتن. کی میدونست که امین یک چکره چکیدن گیرد، یک فولکلوری، یک سرودی خلقی استراده کند. این با همین وقت تا همین با فراستش رسیدگیش با من قایلم. بادی سبا این کلاسیکه. تا بادی سبا را با گلستان گذری هست،
بادی سبا را با گلیستان گذری است. سرودهای خلقی مقدس نبی و گاهی دلها را به شور می آورد و گاهی از طبیعت رنگین دیار، از چشم ساران زلال، از خوانش بلبلان، از یاری مهربان و چشم انتظار یادآور می شد. اکنون سرودهای او به دوری ها پرواز می کرد. سرودهای خلقی تاجیک را در اجرای او در لهستان و فرانسه شنیده شیفته هنرش می گردیدند. پس از سفرهایش به نام او نامه های زیاد می آمدند، نامه های پرمیر، پر احساس و دوستانه. تابستان وقتی تعطیلی بعدی وقتی که تعطیل تابستان نمیشد مقدس بده می آمدن، یک دنیایی می آوردن در حوله ما. صداهای موسیقی مثلا ویسوتسکی سرود می خواند، یک آوازخوانی فرانسوز بود جادسه. حاضر فکر میکنم و حیران میشم یک چه دنیایی بود، در چه دنیای ما بزرگ شدیم. مقدس نبی و توانست در عمر کوتاه هنریش آمیزش آوازخوانی مردمی با سبک استرادی را با مهارت عالیش به درجه بلند برآورد. بهادر نعمت و آوازخوانی سابق گروه گلشن زمانی که به این دسته دعوت شد نخستین بار یک جا با مقدس نبی و آوازخوانی کرد. یکی از ترانه های این دو نفر شب خیر است که زود ورد زبان ها شد و تا هنوز محبوبیتش را گم نکرده است. شب بخیر مادری جان، شب بخیر، شب بخیر مادری جان، شب بخیر. Шабба хайр. Это же легенда Баҳодур Катихондаки Нусруда. мо якҷоя ҳама сурудҳои халқира ҳамин мо якҷо зинда кардем. бехатон хел сурудҳои мо ҳама ба аз дахани вай ба дахани ҳамин халқ бимонда ки ҳама ҷо ба мехонад. ҳамин 60 солаги мо кати баровар хондем ҳамин мухлисо. وقتی که نو به کار آمدم دویمین سرودی من همین شب بخیر بود با اکاردیون و یک چند نوازندگان. و وقتی که سال 78 یوری لیادف این ارانژировка با ارکستر کلان پارتیتورا کردن و مقدس نبی و گفتن که بهادر بیا همین شب بخیر هر دو ما خوانیم این دفعه. من گفتم با جان دل و ما این سرود را بعد هر دو ما خواندیم. سالی فراموش نشونده در استرادای تاجیک بود، زیرا در رپرتوار او یگان شعری پست مضمون یا آهنگی کاسته صدا نمیداد. وابسته به همون سرود، مضمون سرود، با همون تمپ سرود، یعنی که با هر یک سرود موافق لباس می پوشیدن. سرودای خلقی باشد شکن می پوشیدن، سرودای کمپوزیتورها باشد با دیگه خیلی لباس می پوشیدن. یعنی که اون کس تیز به تئاتر می رفتن، خصوصا به تئاتر لاهوتی همه اسپکتاکل‌ها رو تماشا میکردن. بنابراین همین در هر یک سرودشون مقدس نبی و همچون اکتریس رول بازی میکردن و با ابرز میدر آمدن و از اول تا آخر همین با ابرز در آمده رول بازی میکردن و یگان لحظه از همون ابرز نمی آمدن. بنابراین همین هر یک سرودشون در دل خلق نقش میبست. گفته‌ای خواهی لالی را بکامی دشمنان، این سزای من که با خود این سزای من. یکی دیدم که پا بر زینه اتوبوس مانده، گفتم مقدس نگاه کرد که من لطف من حال خانت میام، گفتم دستش این خیل کرد و یعنی تیز برآمد. اتوبوس رهکی شد. کجایی رفته ایستاده بودن انسمبل. انا همین آخران و یکی من حالا خانت میام، یعنی گر از تو یاد آید دلم و فریاد آید. آخرین
یعنی شراره خاطره که در من ماند این همون در دست افشانیش از زینه پایه های اتوبوسی و گلشن بود. یعنی اتوبوسی کاری داشتن. پیش دمرادی آماده شده بودم کربه آدم میدونم که من چه آدم میگم اینجا با چی گپای با همین какой-то собрание или что там ягон совещание мешать میشه بالا همشون میسادت گلشن همش ایستاده. بعد همین تاتیانا باریلا پیش من گفت مقدس это رحیما ازق نشد و دست مقدس گفت گپ نزن. گفتم الله پایوچو 5 بار گروندیان. گفتم چی با گپ میزنی؟ نه من باور نمیکنم. برابری در اومدن یک ستونی کلان کمیته رادیو تلویزیون است. در پیشش стол موندگی در میز هست. در روی میز صورت مقدس. ما همه در اومدن زمان در دستم همون پاکتی که داشتم همراه چند کتاب نگاه کردم. پاکت از دستم افتاد. باور نمیکنم با لنته سیاه چطور شده است. ولی خبر نداشتیم که اون وقت خیلی نه اینترنت بود و نه دیگر و نه دیگر. بعد داخل شدم جای کار. هم خیلی گفتن که دین روز یکشنبه هم خیلی فاجعه شده است و مقدس از دنیا گذشته است. همین طریق در عالم بیکران صنعت استرادای تاجیک صدای مهین و نفیس مقدس نبی و قلب خوی اواداران موسیقی استرادی را به خروش آورد و از درخش یک ستاره تابان در فضای صاف و بی‌غبار هنر بشارت میداد و با گذشت فرصتی کم این ستاره تابان با همه شور و شرر، با همه جذابیت و محبوبیت یک باره خاموش شد. انیقتر 30 سپتامبر سال 1979 هنرمندی ممتاز مقدس نبی و به طور فاجعه‌ای دنیا را پدرود گفت، ولی از خود مکتبی بزرگ هنری به میراث گذاشت. میراث او امروز نه تنها در موسیقی تاجیک بلکه در قلب مخلصانش با گذشتی بیش از 45 سال امان و نام و یاد مقدس نبی و زنده است و جاوید خواهد ماند.